سلام دوستان، خوشم ویدیو جدید کانال ما. امروز اومدیم با آموزش پولدار شدن داخل بازی نیت فور اسپید آنباند. واقعا داخل این ویدیو قرار شما بگم که چجوری داخل این بازی پولدار بشید. ولی خب یکم تلاش کنید. خب بدون تلاش پول اصلا مزه نداره که بدون تلاش پولدار بشید. نمیشه همون با گوچی تو این چیزا. قرار به شما یادم که چجوری پولدار بشید. خیلی روش خفنی. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بریم سراغ خودش. لیتس گو. خب دوستان، واسه این کار اول باید بهتون بگم که اولین کاری که باید بکنید اینه که پلیس 3 ستاره رو بکشید دور خودتون. 3 ستاره یا همون هیت 3، من چون جی تی خیلی بازی میگم 3 ستاره همون هیت 3 که هیتتون از لحاظ همین می آتیش امکانا مثلا این مسابقه هیتتون میشه 1.5. دوباره این مسابقه هیتش میشه 2.5 و اگه با اون باز مثلا باید 3 ستاره شد دیگه. 3 ستاره به بالا بهتون پیشنهاد میکنم یا همون هیت 3 به بالا بهتون پیشنهاد میکنم که اصلا نبرید، چون هلیکوپتر میاد داستان میشه، نمیتونید این کار انجام بدید. فقط تا 3. 1 و 2 البته میشه ولی خب پول کمتری میده دیگه. هیت 1 100 تا، هیت 2 250 تا، هیت 3 500 تا. 500 تا میگید خیلی خوبه. خب نکنید واسه این کار شما باید اول از همه واسه نقشه رو بهتون نشون بدم. خیلی زود وارد واسه میتونیم تا نقشه مثلا اینجا تا نقشه نشون بدم. شما باید بیایید اینجا. دقیقاً میبینید کجا دارم میگم، دقیق باید اینجا. نکنید از این پشت از اینجا باید بیاید این تو، باید بیاید اینجا قشنگ باید نکنید. واسه من این آبی رو بردارم. نکنید از اینجا بیاید وارد این مربعه بشید، بعد بیاید اینجا. از این ور البته میتونید بیاید این ور، هیچ فرقی نمیکنه. و پلیس 3 ستاره هم یا همون هیت 3 حتما باید همراه خودتون بکشونید. و اینجا بازی نیت فور اسپید آنباند یک دونه باگی داره که وقتی شما برید اون بالا، اینا میخوان بیان اینجا دور بزنن، شما باید برید این بالا. وقتی که هیت 3 رو دنبال خودتون کشوندید بیاید این بالا، یکم برید جلو برگردید. احتمالش هولوش 20 تا 30% که اینجا ببینید یک دونه پلیس اسکول، تو پلیس‌ها داخل بازی دارم میگم، پلیس‌های واقعی که عشق دارن. یه پلیس خنگ داخل بازی نیت فور اسپید آنباند اینجا داره همینجوری گاز میده به دیوار و اینکه هیچ اصلا در نقم نمیگیره، فقط گاز میده. و این یه نوع باگه داخل بازی نیت فور اسپید آنباند. ما چیکار میکنیم؟ الان جلوتر اینا رو بهتون عملی هم نشون میدم. شما میاد اینجا پارک میکنید، میاد جلو شما رو دید، خب اون میبینه دیگه، ولی خب نمیتونه دندقه بگیره شما رو بگیره. شما میاد همینجا مثل من آروم ماشین رو خاموش میکنید، شما رو گم میکنه، 500 تا دوباره بهت میده، دوباره این اینجا همین کارو هی تکرار میکنید، کلی پولدار بشید. بریم حالا خود اینو اولتون عملیاتش میگم که نگید دروغ گفتید. من که اینم بگم همین الان ویدیو قبلی که بهتون یاد بدم چه جوری این داستانا. من این ویدیو رو از یکی دیگه دیدم، خودم واسم پولدار بشم چیزا، ولی خب طرف واقعا قشنگ توضیح نداد. این نه عملی نشون داد مثل من، فقط گفت باید برید این کارا رو بکنید، نه اینکه نشون داد که اینجا باگ هست یا نیست. من قشنگ بهتون نشون دادم و واسه همین دوباره دارم بهتون میگم، وگرنه کار اصلی کارم داشتمونه که من خودم رفتم دیدم، حتی تو یوتیوب بود و اومدم اینجا بهتون آموزش بدم که شما تو آپارات بتونید ببینید. خب الان میبینید من اینجا. بذارید اول اصلا من یادتون باشه پلیس ای دور اطرافتون هست، بذارید اونا برن. بعد میخواد گمشون کنه، شما اینجا وای میسید، برید اون بالا، دقیقا همون بالا میبینید اون بالا رو، برید بالا گم میکنه شما رو. آره میاد اینجا نام کنید، آروم پلیس شما رو میبینه. بعد پلیس اینطوری نوشته کافی چیشید دنبالتونه، میاد عقب دایره رو نگه میدارید. میبینید اینجا میزنه پلیس اسکیپینگ، یعنی در حال فرار کردن. اون در حال فرار کردن سپاهی هم شدید. میاد اینجا وای میسید تا آخر ویدیو. از من امرام شد قراره یه نکته دانشان یه نکته خیلی خفن دربارش بگم، حتما تا آخر ویدیو همراه باشید. و اینکه دوباره میبینید الان 500 تا گرفت. همین میبینید من الان دی 4 بازی هم یعنی دوم شب بازی نکنید 41000 تا همین امشب گرفتم، هم که 500 تا 36000 تا از قصد. و این اگه درست بگم 70 کی هم یه ماشین خریدم. این ماشین نه یه ماشین سطحی خریدم که داشتم موقع بی میدادم که هیت هم دقیق 3 بشه، اگه این میدادم هیت هم مثلا 3.5 چیزا میشد، واسه همین این ماشین رو گرفتم. یه ماشین خیلی خفنم دارم. آخر ویدیو احتمالاً یه عکس یه فیلم چیزا خوب موقع این اومدن اینجا. وقتی اینطوری شد چیکار باید کنید؟ اینطوری شد بیایید یک نمک گاز بدید، من خیلی آروم هم و یواش برید این بالا. اونا میتونن بیان ها، خب خیلی کم پیش میرن. و اینجا نکنید اومد بالا مثلا الان بیش شما رو بستدین دیگه.
بعد اینو بپیچونید. من دیگه نمی‌دونم اینو چیکار کنم. اینا همین بالا مالا بپیچونید. اسکول هم مواظب باشید که دستگیر نشید. دستگیر بشید تمام. همه هر چی زحمت کشید در باز. بیاید اینجا گمش کنید. Dispatch, sorry, we lost them. We lost that suspect in Palemore. They're not far from here. Find them. We're getting another shot at that punk. خدای اونا هم میدید. من نامرده فهم من هست. و حواس هم باشید بیدونم هم خیلی کمه. ما میم همینجا اینجا که سایکوی پرتاری هم نیست. We're on the way out of this damn من chase. یعنیشو خاموش میکنم خودش رو گم میکنم من اگه این برنامه میکنم خواهد که نکنم دقیقا درست باید من نصف تصویر بود کم رفته اگه اذیت میشه من معذرت میکنم دیگه برنامه میکنم نصف تصویر نرمیده یکم بگذارم دیگه دیدید من دفعه دیدم دقیقا نصف راست سفر متن دیدم فقط نصف چپ رو دید دارن راست نصف چپ هم به زور و همچنین میدید گم شدن من گم شدن اصلا خوش نمیدم فرار کردم احساس خودم احساس کنم یه بد دارم گم شدم گم کردم من اینجا میتونم بگم بهتره کنم داخل کسی هم بعد برداشت نمیکنه من گم کردم من مثلا از این گم شدن اینا فوش نیست خودم احساس بدی برم گم شدم دوباره میایید همین کار میکنید میبینید خیلی کم اتفاق میفته حواستون باشه چون من خودم این آیتم کامل چون خودم هنوزشم ویدیو میاد حواسم نبود واسه همین چون خودم اصلا 42,000 تا Street racers driving a Honda. Suspect has disappeared. Damn it. خودم بخواین 42,000 تا اولین بار که این اتفاق افتاد و اینکه همین کار باید هی بکنید من ویدیو طولانی نمی‌کنم با دوستان با این کار میتونید خیلی پولدار بشید ماشین خیلی خفن بگیرید حتما اون ماشین هم آخر ویدیو میذارم حتما تا آخر ویدیو همراه باشید که اون ماشینی که خریدم 78,000 دلار اونم ببینید لایک کامنت فالو بذارید هم بوم کنه منو از اوریجین میدم کارما ببینید 500 تا دیگه ویدیو 500 دوباره میید عقب ماشین رو خاموش میکنید شما اونو میبینید در اون انقدر درنگ نیست که شما رو ببینید خب دوستان پایان ویدیو حتما با آخرین تیکه آخرش ببینید که ماشین رو بهتون نشون بدم چه خریدم لایک کامنت فالو فراموش نشه اگه به درتون خود واقعا زنگوله رو فعال کنید معرفت بذارید تا ویدیو بعدی یه پشم اینجاست دهن من سرویس کنید تا ویدیو بعدی فعلا بای بای I see you, punk. Oh, damn kitchen sink of this jerk. 4440 behind the wheel of a Nissan. Oh, yeah, the hunt is on. I'm gonna find this punk, I know it.